با سلام خدمت دوستان، این اولین ویدیوی یوتیوب من هستش. امروز میخوام با شما در مورد هویا صحبت کنم که یکی از گیاهان پرطرفدار به حساب میاد. برخی بر حسب تنوع و رنگبندی گلها و برخی هم بر حسب بافت، تکسچر و رنگبندی برگ‌ها هویا رو نگهداری میکنن. اینجا من یه سری هویا آماده کردم که در ادامه با شما به اشتراک میذارم. یه توضیح مختصری در مورد این قلمه ها بدم که از ساقه اینها رو من جدا کردم. حدود 2 هفته پیش در داخل پرلایت قرار دادم و تحت شرایط گلخانه نگهداری شدن. امروز میخوام ببینم که آیا اینها ریشه کافی دادن و آماده هستن که به خاک انتقال داده بشن یا نه. اولین هویایی که میخوام با شما به اشتراک بذارم هویای آرژنتین پرنسس هستش که یکی از پرطرفدارترین هویاها محسوب میشه. همونطوری که میبینید ساقه این هویا قرمز رنگ هستش و از لحاظ برگی برگ‌های این هویا ترکیبی از رنگ سیلور که همون نقره‌ای و سبز هستش. همونطور که میبینید اینها بعد از 2 هفته هیچ گونه ریشه ندادن، طبیعتاً باید مدت زمان بیشتری در داخل پرلایت قرار بگیرن. هویای بعدی هویای پات آف گولد هستش که برگ‌های خیلی کشیده و بزرگتری دارن و وریگیشن روی این برگ‌ها خیلی متفاوت میتونه باشه، همونطور که در صفحه میبینید و تقریباً این هویا ریشه کافی داره و میتونه به خاک انتقال داده بشه. هویای بعدی هویای پاپوگینو نو هستش که این هویا برگ‌های خیلی ضخیمی داره و به صورت نقره رنگ هستن و پشت این برگ‌ها ترکیبی از رنگ نقره‌ای و سبز هستش. خیلی راحت اینا ریشه میدن و خیلی هم سریع رشد میکنن. هویای بعدی هویای کروسیا سیلور هستش که من این هویا خیلی دوست دارم. رنگ بندی برگ‌های این هویا سیلور رنگ هستش. برگ‌های بزرگی دارن که ابعاد این برگی میتونه 2 برابر این برگی که دست می‌بینید برسه و از لحاظ ریشه دهی خیلی سریع ریشه میدن و خیلی سریع هم رشد میکنن. هویای بعدی هویای گری گوست هستش که از لحاظ ترکیب رنگی برگ‌ها نقره‌ای هستش و اسپلش های سبز داره. ساقه این هویا صورت قهوه‌ای خیلی پررنگ و بعضی مورد هم به صورت سیاه رنگ به نظر میرسه که این هویا ریشه دهیش خیلی سریع هستش، اما زمانی که این هویا رو در خاک میذاری تقریبا حدود حداقل 6-7 ماه طول میکشه تا برگ جدید بتونید روی این هویا ببینید. خب خیلی زمان بر هستش و خیلی هم کند هستش از لحاظ رشد. هویای بعدی هویای آلبومارجیاناتا هستش که این هویا همونطور که در تصویر میبینید برگ‌های اونها ترکیبی از رنگ سفید رنگ و سبز هستش. در شرایط جوی رنگ این برگ‌ها میتونه تغییر کنه. در زمستون این رنگ کناره‌های هویا که به صورت سفید هستش به رنگ قرمز رنگ یا حتی صورتی رنگ تبدیل میشه و در تابستان دوباره برمیگرده به رنگ نرمال خودش و سفید باقی میمونه. که اینجا ما یه نمونه دیگر هم داریم که میبینید که هر برگی با برگ بعدی متفاوت هستش. هویای بعدی که اینجا به شما نمایش میدم کراسی پنتیلوتا هستش. این هویا از لحاظ تکسچر برگی خیلی زیبا هستش. ترکیبی از رنگ‌های نقره‌ای سبز که رنگ پررنگ رو در این برگ ها مشاهده می‌کنید. همونطوری که می‌بینید پشت این هویا، پشت این برگ هیچ گونه رنگی نداره، حالت خیلی سبز کم رنگ هستش و یکی از هویایی هستش که تقریبا میشه گفت از لحاظ رشد خیلی خوبی داره و سریع رشد میکنه. هویای دیگه که من اینجا بخوام با شما نمایش بدم از لحاظ برگی با هویاهای دیگه مختلف هستش. اسم این هویا کامینجیاناتا آلبو هستش. همونطوری که میبینید ترکیب رنگ بندی رنگ سبز تیره و رنگ سفید هستش که این هویا رو با هویاهای دیگه متمایز میکنه. از لحاظ ابعاد برگی برگ‌های خیلی کوچیکی داره. ماکسیموم سایز برگ‌های این هویا همونطور که هست می‌بینید همین
به شما نمایش میدم همین حد هستش، بیشتر از اون نمیشه و خیلی هم کند رشد میکنه و یکی از هویاهایی هستش که مورد علاقه من هستش. خب این ویدیو امیدوارم که شما ازش لذت برده باشید. حالا میتونید به من کامنت بدید که چجوری من میتونم این ویدیو رو بهبود بدم، حداقل بتونم در ویدیوهای بعدی چیزهای نوعی به شما عرضه بکنم. با تشکر از شما و وقتی که برای دیدن این ویدیو گذاشتید. خیلی ممنون. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.